بختی وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان روز 18 مارس آمد کرد. عایده بالایوه که در سفر کاری در ولایت ترکستان بود، در جلسه حکومت به طور مجازی یا آنلاین حضور یافت، وگرنه مجبور میشد که به سوالهای زیاد روزنامه‌نگاران پاسخ دهد. بالایوه در این جلسه اظهار داشت که قانونها برای مطابق شدن به کنستیتوسیا باید بازنویسی گردند، از جمله قانون درباره رسانه‌ها یا وسایط اخبار عموم. به گفته وی این دگرگونی به فایده جامعه خواهد بود. تکمیل قانون درباره واسطه‌های اخبار عموم ادامه دارد. در نظر است که اصولهای آزادی بیان، حقوق شهروندان برای دریافت و نشر اطلاعات و راه ندادن به سانسور در یک چارچوب حقوقی پررتر انعکاس یابند. همزمان راه‌های حمایت از شأن و شرف و آبروی کاری شهروندان تقویت داده می شود. سخنان بالایوه درباره حفظ شأن و شرف و آبرو بیشتر از همه سوالها را در میان جامعه خبرنگاران به وجود آورد. در قزاقستان حفظ شأن و شرف و آبروی کاری نه با یک قانون علاهیده بلکه با مجموعه معیارهای تنظیم می شود که در کودکس‌های گوناگون نوشته شدند. به نظر مدیر یک مرکز حقوقی دیانا اکرمووا، با تغییر یافتن قانونگذاری کاری رسانه‌ها و بلاگرها نیز دشوارتر می‌گردد. مثلا من از عباره حفظ اخلاق بسیار می‌هراسم. این مفهوم کاملا حقوقی نیست و به نظر من آن میتواند برای دولت ابزاری گردد که مناسبت و جزادهی انتخابی روزنامه‌نگاران و شخصان دیگر را فراهم بیاورد. در مجموع در قانون اساسی نو قزاقستان به اخلاق و تقویت عائله و ارزش‌های سنتی توجه زیاد شده است. رئیس بنیاد لیبرتی در این کشور میگوید مقامات قزاقستان تجربه روسیه را فعالانه روی بردار میکنند و این باعث به نگرانی است. به نظر او این دگرگونی در صورت پذیرفته شدنش فشار به جامعه شهروندی خواهد گشت. به نظر من همه حامیان حقوق و همه خبرنگاران فعال زیر خطر هستند، بلاگرها نیز. اگر واقعا آنها را از نوشتن و از تحقیقات روزنامه‌نگاری باز دارند، اگر نظام مطلق دولتی در کشور حاکم شود که مانع آزادی روزنامه‌نگاران گردد، آنگاه همه این افراد، همه نمایندگان آزاد جامعه شهروندی دیگر وجود نخواهند داشت. سروزیر قزاقستان میگوید حکومت و پارلمان باید 5 قانون نوی کنستیتوسیونی را قبول و 8 قانون کنستیتوسیونی مورد عمل را اصلاح و زیاده از 60 قانون از جمله کودکس ها را دیگر کنند. به گفته حامیان حقوق، اینکه در کنستیتوسیون نو معیارهای اخلاقی بیشتر جایگزین اصطلاح‌های حقوقی میشوند، برای مثال حفظ شأن و شرف میتواند به آسانی برای کم کردن تنقیدها استفاده شود. اجرای کنستیتوسیون نو در قزاقستان از 1 ایول امسال سر می شود.